سلام خانم ها آقایون، وقت بخیر. جریان این برنامه از این قراره که چند وقت پیش یه سری از کسبه وهابی که نتونسته بودن توی بازار گیلیم خودشون عذاب بکشن و ورشکست شده بودن به فکر افتتاح شبکه ماهواره‌ای افتادن. به همین خاطر رفتن پیش علمای وهابی و گفتن که می‌خوایم شبکه ماهواره‌ای بزنیم. علمای وهابی هم که بهتر از اینا سراغ نداشتن، قبول کردن و برای پیش پرداخت یه انشاب از لوله نفت دادن وسط این شبکه‌های ماهواره‌ای. بعدم دلشون رو خوش کردن که شبکه ماهواره‌ای وهابی به زبان فارسی افتتاح کردن، اما خبر ندارن که بدجوری افتضاح کردن. این شما و این هم کسبه وهابی صاحب شبکه. به خدا قسم پارچه فروشی ما افتخار میکنیم. دیر شده لحاف ملا، هر بچه و نااهلی درس نخونده بی سوادی پارچه فروش که در پارچه فروشی شکست خورده بیاد دعوتکار بشه. دوستانی که تو بازار هستن معمولا باشون سلام علیک دارم و خودم هم یک کمی تو بازار هستم. ما الحمدلله تجارت میکنیم. پاسداری پارچه فروش که در پارچه فروشی تقلب میکرد امروز این تصور میکرد که تلویزیون دستش بیاد. تو خواب دیده بود اصلا؟ من و شما آقای هاشمی این بساطو جمع کنیم بریم. باور کن من کارهای بازارم همون مونده. قربان ما مونده تو بازار کردیم. استاد سوال. قربان ما مونده تو بازار کردیم. استاد سوال. درسته که کاسبی و بازاری بودن خوبه، ولی واقعا اینا هیچ ربطی به رسانه و شبکه ماهواره‌ای نداره و به خاطر همین نداشتن سواد رسانه‌ای هم هست که علمای جلیل القدر این شبکه‌های وهابی جلوی دوربین، اونم تو برنامه زنده، یه حرکاتی انجام میدن که واقعا ما رومون نمیشه جلوی یه بچه یه ساله انجام بدیم. استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده، دانشمند و عالم جلیل القدر جهان اسلام، این رو در خاطرات خود یادداشت خواهیم کرد. متشکرم استاد دکتر عبدالرحیم ملازاده. بنده به جای شما عذرخواهی میکنم، اما گاهی اوقات هم هست که این کارشناسای وهابی وسط برنامه زنده آب میخورن، مثل همه مجری کارشناسای دیگه. اجازه بدید که یک ذره آب بخورم. اجازه بدید که یک ذره آب بخورم. ایشون یکی از همون کسبه بازاره که به لطف چاهای نفت الان شده کارشناس و عالم شبکه وهابی. ایشون توی برنامه‌های زنده برای اینکه حوصله‌اش سر نره اسباب بازیاش هم با خودش میاره و گاهی اوقات یه حرکاتی انجام میده که واقعا در حد سن و سالش نیست. ملت عزیز، به خدا شوخی نمی کنم، به الله محمد شوخی نمی کنم. باور کنید من کلافه هستم. بیاری این شطوره لطفا نیارین چون وقت استودیو ما جا نمیشه. شما اگه قرار باشه هر برنامه میارین، هر چیزی که میارین تو برنامه میشه باشه دیگه جا بیاری این شطوره لطفا نیارین چون وقت استودیو ما جا نمیشه. شما اگه قرار باشه هر برنامه میارین، هر چیزی که میارین تو برنامه میشه باشه دیگه جا نمیشه. روان پزشکی به اصطلاح یکی میره بیماری پلوی یک پزشکی، فقط یک ساعت وقت میذاره، درد دل خودش میگه، پزشک یک توصیه میکنه، نه آمپول میزنه نه بهش قرص میده. نه، من توصیه میکنم که بنده به این احتیاج دارم، جناب عالی احتیاج دارید، بنده به این احتیاج دارم، جناب عالی احتیاج دارید، بنده به این احتیاج دارم، جناب عالی احتیاج دارید. اینا که تا الان دیدید اینا تازه خوباش بود. این آقایون وهابی اولیه ترین اصول رسانه رو رعایت نمی‌کنن. مثلا بعد از تموم شدن برنامه زنده یادشون میره تصویر استودیو رو از رو آنتن بگیرن.
اینم یکی دیگه از بدآموزی‌های شبکه‌های وهابی. خب بچه‌ست دیگه، اسباب بازی دیده دلش میخواد. روانشناسا توصیه میکنن کسایی که تو خونه تنهان جداً از تماشای شبکه‌های وهابی خودداری کنن. بله، همونطوری که دیدید علمای وهابی سواد رسانه‌ایشون هم مثل سواد دینیشون نم کشیده. به سایت ما سر بزنید و به ما پیامک بدید. منتظر انتقادات پیشنهادات سازنده شما هستیم. حق نگهدارتون. یا علی مدد.